درود بیننده های عزیز و ارجمند، چگونه میدونیم در چمپیونات تاجیکستان همکنون تعطیل فرا رسید. دسته ها البته اندک استراحت میکنن و با نظر داشتی کشاده گشتن روزانه ترانسفری البته دسته های خود را قوی میکنن یا با اصطلاح سبک. ما درباره فعالیت دسته حاصلات پیش از تعطیل با مربی دسته اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته جلال‌الدین مجیدوف یک صحبت خواهیم آراست. میتوان شما را مبارکباد گفت زیرا یکی از قسمت های خوبی موسم را شما پشت سر کردید. این زمان حاصلات در مقام دوم است، اما من میخواستم ما و شما صحبت از آن شروع کنیم که چگونه شد که شما با حاصلات پیوستید. تشکر برای دعوتتان. یک بعد از موسم بی‌براری که در هولبوک داشتیم میخواستیم یک کمتر از فوتبال دورتر باشیم. خیلی هم نشد. با دعوت دوستی ما رفیقی ما شمس‌الدین قاسموف دعوت کردن که ما در دسته حاصلات آماده یک جا همکاری کنیم و دسته رو آماده کنیم برای موسم نو. هرچند که میگفتیم بچه پرینسیپالی از ما رو راضی کنیم و ما راضی شدیم که آماده همکاری رو با او شروع کنیم و دسته حاصلات رو با موسم آماده کنیم. هم که شد و ما کار رو شروع کردیم. از موسم نو از زمستان یک جا همکاری کرده دسته حاصلات فرخار رو با موسم امسال آماده کردیم. خب ببینید که در آغاز گفتید که میخواستم یک دم از فوتبال دور باشم. آیا شما برای این متخصص میتوانید یک دم از فوتبال دور بوده یا عموما از فوتبال دور بوده؟ بله، از فوتبال دور بودن خیلی مشکل تر است و میدانید که بعدی بی‌برار انجام یافتن دسته هولبوک در موسم گذشته و دیگه یک رفتن کمتر از یازی روانی کمتر دشوارتر بود و میخواستیم که کمتر آرامتر شیم، از یک مدت از فوتبال دورتر باشیم و از مرحله دوم میخواستیم با کار مربیگی شروع کنیم. خیلی هم شد و ما از اول موسم کار شروع کردیم. دسته حاصلات با همراهی شمس‌الدین قاسموف یک جا آماده کردن شروع کردیم. شما از جانب شمس‌الدین قاسموف به دسته دعوت شدید و بعد از چند شمس‌الدین قاسموف از دسته رفت. حال حاضر البته که شما علت‌های رفتن شمس‌الدین قاسموف رو نخواهید گفت برای ما، اما به هر صورت من این سوال رو برای شما میدهم. و دیگر سوال این است که خوب ببینید که همکنون بعد رفتن آن نفری که شما رو دعوت کرد چه احساسی داشتید؟ بروید یا اینکه همکنون این مسئولیت بزرگ رو به دوش بگیرید و اثبات کنید که مثلا شمس‌الدین قاسموف شما رو هم تو دعوت نکرده است؟ نه، درست کردید. ما روزی که ما هم نافهمو شد رفتن آن کسان برای یک بخت شدن سرمربی رفتنش یگام مشکلی نداشت، باید کار رو دوام میداد و بعد از رفتن اون هم رهبر دسته با ما زنگ زده گفتن که مثلا تو دعوت کردن مربی شما هم دسته تمرینش ادامه دید و ما با اجازه شمس‌الدین قاسموف زنگ زده گفتیم که بچه‌ها به مربی هستن و رهبریت میخواد که ما تمرین‌های دوام دهیم. اون کس راضی شدن که ما کار ادامه دهیم و از اون پس ما مدتی یک ماه قریب مشق و تمرین رو دوام دادیم و با بازی‌ها تیاری خوب دیدیم و دسته نشان داد که مثلا یک بازی باخت یک بازی هم یکم فاجعه نیست. دسته میتونه که دیگه بازی یک نتیجه خوب نشان دهد. هم خیلی هم شد ما از 4 بازی که بعد از رفتن شمس‌الدین قاسموف داشتیم 3 پیروزی و یک مساوی داشتیم و فکر میکنم که اگر شمس‌الدین قاسموف هم بود همین نتیجه ها فکرم که میشد. ما یکم چیز زیادی یا یکم چیزی در این مشق تمرین ها زیاد نکردیم. هم چیزی که یک جا کار میکردیم همون مشق تمرین ها بود
و یکم نویگری زیادی هم ما وارد نکردیم در اون تمرین‌ها. یعنی به اصطلاح همون باغاج شمسنی قاسم خالی حاضر هم هست. بله بله. خب ببینید که برای یک مربی سرمربی چی شدنش ممکن است که مثلا پرتایی و بیروی چی شدنش ممکن است عموما؟ آیا با گفت شما مثلا یک باخت میتواند موجب همین کار باشد یا اینکه در پشت این البته چیزهای دیگری هستند که بعد همش به قولی که جمع میشوند کاسه پر میشود و میپرتایی و میروی؟ ممکن این حالت هم باشه، نه که فکر میکنم یک باخت یک فاجعه نیست. ممکن در پس این دیگر کار است، ممکن نافهمی بین سرمربی و رهبری دسته باشد یا دیگر چیز باشد و ما معلوم نیست و ما میخواهیم که چیزی که از دست ما میباید در دسته حاصلات هم کار پیش بریم و یک نتیجه خوب نشان دهیم. از فکرم که بازیگران خوب هستند، یکم مشکلی در دست دیدن نمیشه از لحاظ مالیوی، از لحاظ تمرین و مشق شرایط خوب است، سری وقت معاش هست، سری وقت تمرین هست. فکر میکنم که اگر در این روزنامه گزارش اگر خطی حمله رو با یک بازیگرای خوب اگر پرقوت کنیم، فکر میکنم که نتیجه بهتر میشه. اما فکر میکنم یک مشکل در آن است که شما اجرا کننده وظیفه هستید. چرا؟ اگر شما درست قید کردید، اگر شما خبر داشته باشید در تاجیکستان بعد از سال 26 مجوز پرو، بله اوگه هستیم، مجوز پرو است. افسوس که ما اون لیسنس پرو رو نداریم و ما فقط میتونیم اجرا کننده وظیفه سرمربی تا دعوتی سرمربی آمدنش ما اجرا کنیم. چرا پرو ندارید؟ امکانیت اقتصادی هنوز محدود است. کمتر مشکلی مولوی بود. برای فکر میکنم که در تاجیکستان وقتی پرو شد فکر میکنم کمتر اگر وقت لازم بود که تا همه مربی که هستن مجوز پرو داشته باشن. فکر میکنم بعد از این قبول کردن این قانون و قاعده های نو از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان باشد، از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد، بسیار مربی با تجربه محلی فکر میکنم کمتر بیکار ماندن گویم خطا نمیکنیم. باید که من میبینم مربی با تجربه هستن. بله. محمد جان حبیب الله، رحمت الله فوزایلوف هست، بسیار مربی هستن که علی دین توردیف هستن، زینالدین رحیمov، بسیار مربی هستن که برای فوتبال تاجیک میتونستن یک کمکی زیاد کنن. بله خدمت هم زیاد کردن و البته باز میتونن. اکنون سوال این است که ببینید در عموم من همین حالت میتواند به فوتبال ما تأثیر منفی رساند. ببینید که این گونه متخصصان حرفه‌ای پرو ندارند و به قولی که دستهاشون بسته است. به اندیشه شما چی باید کنیم؟ مثلا من اگر اندیشه خود رو بگویم، به نظر من همین دسته هایی که همین گونه متخصصان میتوانند در آنجا مثلا سروری کنند امکان دارند که یا با یک بارگی یا با آهستگی مثلا 5000 و 10000 همین مبلغ کورس های آموزشی رو پرداخت کنند و این متخصصان صاحب لیسنس پرو شوند، مجوز پرو شوند یا نه؟ درست است. ما فکر میکنیم که باید از طرف کلوب ها باشد یا از طرف دسته‌هایی که این مربی دعوت میکنن همین مسئله دیده برداشته شد که از طرف فدراسیون هم که اما دسته‌هایی که مربی تکلیف میکنن کوشش کنن که مربی محلی متخصصی که در فوتبال تاجیک بسیار خدمت کردن اونا دستگیری کنن که اونا هم صاحب مجوز پرو شوند. خب بیاید اکنون سر روزانه ترانسفری اندک صحبت کنیم. تا جایی که هم تو با هیئت شما نظر میکنیم قریب که کامل است، اما به هر صورت باز شما خوبتر میدونید مثلا کجاها را باید قوی کرد. ما میخواهیم که با رهبری دست یک مصلحت کرد با خلاصی آمدیم که خطی هجوم پرقوت کردن در کار. ما دو حمله‌گری داشتیم، یک تا جوان بود و یک حمله‌ور کدی کم ترک دشوارتر است. میخواهیم که یک بازیگری با تجربه خوبی حمله‌ور دعوت کنیم. گفتشونی رفته اگه پیش از نمیخواهیم که دعوتش رسیده است و بعد از دعوت تندم با رودولف بله میخواهیم که یک دو حمله‌ور داشته باشیم که خطی حمله‌مون هم کمتر پرقوت شود. یک دو بازیگری که ما گفتشونی داریم اگر
شود و روزی شبانه با دسته ما پیوستن ما مشق تمرینمان را شروع میکنیم از روزی دوشنبه باشد. این بازیگران محلی هستند یا که لیگنرهای؟ بازیگری محلی هم است، یک خارجی هم است. باشد. خطی حمایت چی؟ خطی حمایت فکر میکنم که بازیگرها هستند، بازیگران محلی هستند. میخواهیم کمتر تجربه گیرن، یک مشق تمرین‌های دست جمعی تشکیل کنیم و ما از روزهای نزدیک مشق تمرین شروع میکنیم. اول مرحله یکم در دوشنبه میگذرد، بعد از روی نقشه از روی و میخواهیم در باورستان مرحله دوم برگزار کنیم، یک مشق تمرین دست جمعانه در اونجا گذرانیم و تیاری خوب دیده در مرحله دوم شروع کنیم. در جام تاجیکستان چی شد که از روشن باختید؟ فوتبال است. فکر میکنم که گپ در سر اینکه شما در خانه روشن برتری داشتید. بله در شهر کلوب ما مساوی کردیم و بله. فکر میکنیم که در زمین خود در میدان خود ما بازی خوب میشه و بازی خوب هم نشان دادیم. یک گلی که تقدیر این بازی رو حل کرد با فایده روشن. از بازیگیری از بچه‌ها یگان و بازی خوب نشان دادن و فرصت‌های خوبی گلزنی هم داشتیم. افسوس که اون بازی با فایده روشن شد و ما از جام خارج شدیم. میدان خانگی امسال به حاصلات کمک زیاد کرد. بله، میدان ما اگر از روزی ثبات گیریم یکم اگر باز پنج شش بازی که ما در میدان خود گذاریم، یک مساوی با استقلال داشتیم و 5 بازی خانگی رو ما غلبه کردیم. با دستگیری مخلصان زیاد ما رو دستگیر میکنن. فکر میکنم که اگر اون مخلصی که اونا میکنن آزی بفکرم در چمپیونات ما بفکرم که مخلصی ما در جای یکم هستن. بله، یکی از دسته های سر مخلص ترین دسته حاصلات است. بله، مسلم است. ما یک برنامه داشتیم، برنامه میدان بحث. در اونجا مخلصان دسته حاصلات هم شرکت ورزیدند و برخی از آنها از فعالیت داوران اظهار نگرانی کردند و ما میبینیم که سرمربیان یا راهبریت برخی از دسته ها هم از فعالیت داوران اندک نارضایتی دارند. شما چی؟ راستی ما میبینیم یک خیلی حالتهایی میشد که در حقیقت داوران کمتر ضعیفتر هستند و ما نمیخوایم که بعد از باخت و بعد از بازی که ناکام میشیم و همه عیب در سری داوران کنیم. برای میخوایم که اینجا یک دپارتمنت داوران هستند، هر یک بازی که میگذرد اونا تحلیل کنن، بینن رفتی کاری داوران رو و خلاصه اینکه اونا برارن. اگر روزی مربی گازند که داور در اینجا خطا کرد، بعد میگم بازی رو باختن و همه عیب در سر داور است. به هر صورت بودن همون حالت هایی که به تقدیر بازی شما تاثیر رسانیدند. منظور من مثلا یگان کاری داوری که مثلا یگان حالتی بود که مثلا با نتیجه بازی تاثیر رسانده یا که شما مثلا نارضا هستید از همون حالتی که بود در همون بازی. بله، یک بازی آخران بازی که ما در جام با دست روشن داشتیم کمتر خطایی بود. با فکرم اگر از ما کمتر اعتراض نوشتگیم دیده میبرویان داوری که مثلا گل رو حساب نکرد در جریمه 16 متر خطایی بود و یک دو سه حالتی بود که خطایی از طرف داور بود. ما یگام مثلا یگام گفتنی نیستیم که 100% داور گناهگار بود که ما از جام خارج شدیم و فکر میکنم که خطایی بود. برای ما میخواستیم که یک بار دیگر همین دپارتمنت داوران همین بازی یک بار دیگر از نظر گذارانند و ما یگام دعوی نداریم که مثلا یگام داور یگام جزا دیده شد و میخوایم که همین خطایی هستن که باید در بازی لیگ تاجیکستان این خطایی باید نشود. باید که باید سطح داوران هم باید بلند باشن، خطایی کمتر شوند که بعد از بازی دعوا زیاد نشود.
مسلم است که برخی از متخصصان با این اندیشه هستند که سطح برخی از داوران جوابگوی طلبات چمپیونات لیگای اولی نیست. من نمیدونم تا کدام اندازه این اندیشه درست است یا نه، اما به هر صورت از آن که مثلا برخی از متخصصان اظهار نگرانی میکنن، فکر میکنن که دپارتمنت داوران هم باید سری کسبیت داوران هم اندیشه کنن، هرچند که مثلا در تاجیکستان ما داوران درجه بین المللی هستند و به قولی که متخصصان خوبند، اما این فوتبال از فاکتوری آدمی است. به قولی میتواند که مثلا گاه یک اشتباه به تقدیر این یا آن بازی، نه اینکه بازی بلکه به چمپیونی هم یک تاثیر رسانده باشد. خب به هر صورت یک بار دیگر برگردیم سری روزانه گزارش. آیا از دسته حاصلات کسی می رود؟ یک دو بازیگری هستند که میخوان ترک دسته کنند و گفتن ممکن است که کی است؟ نخواهید نگویید. اکنون اوزید 100% معلوم نیست که رفتن او پیشکی مثلا اومده با روبریت دست صحبت کردن، میخوان خارج از کشور رفته در اونجا بازی کنن. ما هم مانع نمیشه و در خارج کشور بازی کنن. پس این ها بازیگران هیئت اساسی هستند؟ هیئت اساسی هستند. متاسفانه برای شما. بله. فکر میکنم که از رفتن بازیگری که الان رفتنی است، فکر میکنم کمتر خطی هجوم ما ضعیفتر میشود. میخوایم که در جای یک بازیگر دیگه که جای را پر کنن، فکر میکنم یک کمتر پرابلم هم شدنش ممکن است. میترسم که رودولفو نباشد. نه رودولفو است. پس معلوم که کی است دیگه. نه یک کم ترک فکر میکنم که دشواری پیش میاد برای فکر کردن در کار که یک بازیگر خوب دعوت کنیم که جایگزینی اون کس باشد. اگر رفت و نرود با بهتر میشه. باشد، البته رفت و نرود برای شما بهتر است، اما اگر شما مثلا از شما نرفتن و رفتن کسی وابستگی سخت داشته باشد چی خواهید کرد؟ با چی آنها را به قولی که خواهید داشت؟ اقتصادی، روحی؟ برای اقتصادی هم صحبت کردیم و دسته دعوت میگن که از لحاظ مولوی ممکن چند برابر از دسته تحصیلات پرقوتر باشن و لیگی که اون میراد لیگی پرقوت است. برای ما با فکر مانع نمیشه که اون کس روان اگر روان و بازی کنند. ما هم خرسند که از دسته ما رفته در خارج و در یک دسته خوبی اروپایی بازی میکنند. از بس که شما نخواستید نامی رو، هرچند که قریب که من فهمیدم در برای کی صحبت میراد باشد این کار میشود یا نمیشود، برای همین نخواهیم گفت. خب به هر صورت اگر دعوت کنید از بچه های محلی مثلا کی رو میخواهید دعوت کنید؟ کی رو در دسته خود دیدن میخواهید؟ باشد در خط هجوم یا در خط مثلا نیم محافظه، در خطی اگر همچون مربی این تیم گیریم میخواستم در جای اون کس شیروانی محبتشویف ببینم. شیروانی رو؟ بله. فکر میکنم که اگر جای اون کس با شیروانی محبتشویف پر کردم خیلی آسان تر میشه. آسان میشه؟ اسلوبی بازیشون قریب کی اخیل است. بله من فهمیدم اسلوبی بازیشون اخیل است. به هر صورت آیا امکان است با شیروانی صحبت کردن و مثلا با البته رهبریت کلوب شیروانی؟ اگر شیروانی محبتشویف که در خارج کشور بازی اگر در تاجیکستان بازی کردن خوان و اینجا مانن، چرا نه با رهبریت درس صحبت میکنی با اون کسی یک تماس گیرن صحبت کنن کنید چینی دارن بازی کردن میخوان در دسته ما یا نه، اون در دسته شیروانی محبتشویف است. اگر راضی شود با خوبتر باشد. خط دروازه‌تان با دلیل عزیز خیلی خطی پرقوت است. بله دلیل عزیز فست بعد با فکرم که دروازه‌مان هم یک پرابلمای اویلوی دارد، با فکرم نیت رفتن دارد. از خیلی با اون کس صحبت میکنیم که میبینیم چی نیت دارد، میخواد استادیوم میخواد رود. اگر به شرط رود با مجبور هستیم که با یک دروازه‌بان خوب دعوت کنیم. گفتید که بعد از چند روز علاقه مشقاتون شروع میکنید؟ بله یک 5-6 روزی که بچه‌ها استراحت کردن میخوایم فردا یا پس فردا تمرین شروع کنیم. باید که وقت کمتر مونده از روی نقشه گیری ما میخوایم تمرین شروع کنیم. بعد از یک هفته که اینجا تمرین میکنیم بعد از شهر گلستان در باورستان میخوایم تمرین دوام دهیم و
روی برنامه ما یک دو سه بازی دوستانه با دسته‌های همسایه کشور ازبکستان به نقشه گرفتگیم. میخوایم دو سه بازی در اونجا گذرانیم. بعد پیش از شروع شدنی بازی‌های لیگ تاجیکستان برای اول میخواستیم که وقت کمتر ماندگی است، همین روزانه گزارش میخواستیم با بازیگرای خوب دست پرقوت کنیم که یک جا تمرین شروع کنیم، نشود که ما تمرین شروع کنیم و بعد بازیگرا پیش از بازی ها با دست پیوست شوند. فکر دارم شانس چمپیون شوی برای چند دسته با نظر داشته اون که استقلال هنوز با انجام مرحله اول چندان برتری کامل ندارد، زیادتر است. با ویژه حاصلات شما همگی یک امتیاز از استقلال کم هستید، هرچند که یک بازی زیادتر کرده اید، اما به هر صورت بازی چند از دسته های دیگر غیر از استقلال هم خیلی بازی امیدوار کننده است. امسال حاصلات چمپیون می شود یا نه؟ چین در برای چمپیونی پیشگویی کردن کمتر مشکل تر است. فکر میکنم که مرحله دوم دشوار میشد با همه دستا نگاه نکرده که در جدول در کدام زینه ایستادگان. دستایی که در پایان جدول هستند اونا کوشش میکنن که در لیگ تاجیکستان جای خودشون مستحکم کنند و مبارزه بخواهند برد. اونایی که در جدول در بالا میستن اونا هم میخوان موقع خودشون رو مستحکم کنن. برای فکر میکنم این مرحله دوم بسیار دشوار میشه با همه دستا، نه بلکه با حاصلات و استقلال و دیگر چند دسته از همش مبارزه میبرد برای خال گرفتن و برای در لیگ باقی ماندن و برای چمپیون شدن. برای اول فکر میکنم که یک سه خالی که شما میخواید با آسانی گیرید، در مرحله دوم گرفتن کمتر دشوار میشد. برای سه خال گرفتن مهنت کردن در کار، عذاب کشیدن با اون سه خالی که شما میخواید با دست بیارید. حاصلات هیئت خوب دارد، باز اقتصادیات خوب دارد، امسال مالیات خوب دارد، راهبریت بالایی دسته توجه خوب دارد با ستاد مربیان و فعالیت دسته، مخلصان خوب دارند، میدان خوب دارین، یعنی همه جزئیات برای چمپیون شوی میرسد. اما چرا شما اندک ناامیدانه در این باره صحبت میکنید؟ نه، آرزو کردن یعنی که وعده دادن نمیخواهید؟ نه، میخوایم که در عمل نشون بدیم که دسته حاصلات اون قوه‌ای که برای چمپیونی از دارد یا نه. برای مبارزه بودن ما تیاریم که تا دور آخران مبارزه بریم و حاضر همه بازیگرا و همه دستا یکدیگر رو آموخته کردن. هر یک دسته میدان که مقابل یک دسته دیگر چه باید بازی کند. برای اول با یک بازیگر تکرار شد میگم که مرحله دوم در حقیقت یک مرحله میشد که مبارزه زیاد میشود، یک کوشش کردن در کار که برای هر یک بازی علاهیده تیار دیدن در کار که اون سه خالی که شما میخواید با دست آوردن با دست بیارید. برای اول چرا نه، ما هم کوشش میکنیم که یک بازی خوب نشون بدیم که امسال دسته حاصلات از لحاظ مالیوی یگان مشکلات ندارد. فکر میکنم که رهبریت از رهبریت ناحیه با رهبریت دسته و همه طرف همه جانبه دسته رو دستگیری کرده ایستادن و شرایط خوبی تمرینی هم داریم. همه طرف شرایط ما خوب است و اگر شود دسته با بازیگران خوب پرقوت کنیم چرا نه. ما میخوایم که نتیجه خوب نشان دهیم و اینقدر مخلصایی که ما میبینیم دستگیری میکنن اونا هم یک خرسند شوند. نوشد در فرجام بید چند لحظه در برای چمپیونات جهان هم صحبت کنید. با کی مخلصی میکنید در چمپیونات جهان؟ بسیارتر مخلصی با فرانسه داریم. کومیر شما همچون مربی کی است؟ مربی خوب زیاد هستن. فکر میکنم که دیشام یا اسکالونی؟ نه دیشام فکر میکنم که از همه مربی راگنیک بسیار خدمت کرد در فوتبال جهانی فرگسون. فرگسون البته فرگسون بزرگترین مربی است که در فوتبال است به قول البته. اگر امکان شود که مثلا با دسته حاصلات از همین چهره های شناخته فوتبال کسی را دعوت کنی، کی را دعوت میکردی؟ همچون فوتبال باز؟ بله همچون فوتبال باز.
همچه فوتبال باز اگر گیریم بسیارم بازیگر خوبی که این یک نفر اگر امکان میشید دشوار است جواب دادن. از بسیاری بازیگر خوب زیاد است. مسی پیر شده است، نه مسی، رونالدو پیر شده است، مباپه عینش است، نیوش عینش است. میدیدیم که راضی میشد که در چمپیونات تاجیکستان برآمد کنه. بله. پس سوال دیگر، اگر امکان میشد که شما یگان منتخبی در عین زمان در چمپیونات جهان بازی میکرده رو سروری میکردید، اشتیاقتون به کدام منتخب بود؟ کدام دسته رو میخواستید سرمربی باشید؟ من راست دیگه بسیار سوال دشوار. میخواستیم اول در تاجیکستان کمک خود را رسونیم، بعد دست و اگر شرایط شود و مثلا در آینده مربی تیم ملی شدن باشیم، اول میخواستیم از کشور خودمان شروع کنیم. باشه، چرا نه؟ اول البته از تاجیکستان، بعدا دعوت میکنن. چرا نه؟ مثلا جلالدین مجیدوف سرمربی منتخب اسپانیا، نمیدونم تو اسپانیا، کنگو، نمیدونم امریکا، پاراگوای، فرانسه، چرا نه؟ دنیا با امید. اکنون مربی باید یک بار از تیم‌های بالا سر نکنند. میخواستیم اول از تیم‌های نورسان، جوانان، المپی، بعد آستاسته یک تجربه خوب گرفته، بعد تیم‌های ملی میخواستیم یک کمک خود را رسانیم. بسیار خوب. من فکر میکنم که راهبریت فوتبال تاجیکستان شما رو شنیدند و مطمئن باشید که البته جلالدین مجیدوف متخصص خوب است. چرا؟ ببینید مثلا در یک مدت کوتاه دسته حاصلات البته چه یک بازی خوبی دارد و البته با اصطلاح امبیسیه های چمپیونی هم امسال دارند و ما البته با جلالدین مجیدوف عموما با دسته حاصلات در این راه برای موفقیت میخواهیم. سلامت باشید. تشکر برای صحبت، خوش آمدید. دوستان عزیز ارجمند، یک صحبت داشتیم با اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته حاصلات جلالدین مجیدوف. در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.